مسیح واقعی یا افسانه؟ قسمت دوم، همراه بشید با ما. من ابراهیمم و این قسمت دوم هستش از ویدیویی که داریم ضبط میکنیم در رابطه با مسیح واقعی یا افسانه. تو قسمت اول صحبت کردیم و به افراد و تاریخ نگارانی اشاره کردیم و نکات تاریخی اشاره کردیم که ثبت شدن، قابل تاییدن و میتونیم بریم اونا رو همه رو ببینیم و نه مسیحی هستند، نه منابع مسیحی هستند، نه از افرادی هستند که از کتاب مقدس یا اینکه خودشون به شخص مسیحی باشن به نگارش در اومدن و نگاه کردیم که این افراد در حقیقت از کسانی بودن که مسیح را ازشون از مسیح متنفر بودن، از مسیحیان متنفر بودن و همینطور خیلی کارهای فوق‌العاده بد دیگری نسبت به مسیحیان انجام دادن و مسیحیان رو به عنوان دشمن درجه یکی خودشون میدونستن و مسیح رو مبتکر این مذهب یا به گفته خودشون فرقه مسیحی یا اینکه آشوبگران مسیحی قبول داشتن و میدونستن. و ما دیدیم که در آخر تماما همشون به اینکه مسیح به عنوان یک شخصیت تاریخی واقعی بر روی زمین زندگی کرده و کارهای فوق‌العاده انجام داده، یا همون آیاتش، معجزاتش و همچنین تعالیمش و اینکه مرده رستاخیز کرده و اینکه همچنین شاگردانش به اسم اون بیماران رو شفا دادن و همینطور به خاطر اینکه به مسیح ایمان داشتن مردن، به همه اینها اعتراف میکنن و هیچ کدوم اونها رو انکار نمیکنن، هرچند که با مسیح و مسیحیان دشمن هستن و اونها رو دشمن درجه‌ای که خودشون میدونن. اما توی این قسمت ویدیومون، تو قسمت دوم، البته من فکر میکنم خودم رو توی این ویدیو معرفی نکردم، اسم من ابراهیمه و توی این قسمت دوم قرار هستش که به یک سری منابع تاریخی دیگه نگاه بندازیم که منابع تاریخی از افرادی هستند که مسیحی بودن و در زمان رسولان مسیح یا بعد از اونها، یعنی نه چندان بعد از اونها، چند سالی بعد از اونها زندگی کردن، یا شاگردان خود رسولان بودن یا شاگردان رسولان بودن و اونها رو به نگارش در آوردن. بریم با هم دیگه نگاه بکنیم و ببینیم اونها در رابطه با مسیحیت چی فکر میکردن. یکی از اونها که معروف هستش به، میدونید تو اون دوره بهشون میگفتن پدران کلیسایی، یا بهتر فکر میکنم توی فارسی همین میگیم، بهشون میگفتن پدران کلیسایی. تو انگلیسی بهشون میگن apostolic fathers، یعنی کسایی بودن که تو اون دوره یا از شاگردان رسولان بودن یا شاگردان رسولان بودن. یکیشون که خیلی معروف هستش و توی کتاب مقدس هم اومده و دوست داشتم که بخونم در رابطه باهاش، ببینیم که توی کتاب مقدس هم این شخص اسمش قید شده. توی کتاب فیلیپیان، نامه فیلیپیان باب 4 آیه 3 هستش. اینجا پولس رسول داره می نویسه به فیلیپیان. فیلیپی یه شهری هستش که توی یونان هستش و شهر فیلیپی اسم گذاشته شده بعد از پدر اسکندر مقدونی که ایشون اسمشون فیلیپ بوده و اون شهر را به اسم شهر فیلیپ میشناختن. و اگر برید امروز اونجا میتونید مقبره فیلیپ و میتونید توی اون دوره اون کلیساهایی که در حقیقت تأسیس شده بوده، همه اینها رو میتونید برید توی موزه هاشون ببینید و بتونید شواهد و اسناد رو ببینید. اگر نمیتونید اونجا برید، هیچ ایرادی نداره، هیچ اشکالی نداره، توی اینترنت میتونید همه اینا رو جستجو بکنید و خیلی راحت اطلاعاتش به دستتون میرسه. نگاه بکنیم ببینیم اینجا چی میگه. پولس رسول اینجا داره مینویسه و از آیه 3 میخونم. بذار از آیه 2 بخونم که بخواد برام بیشتر تداعی بکنه. اینجا داره یه سری تقاضاها رو میکنه یا یه سری اندرزها رو میده. میگه از افودیه استدعا دارم و از سینتیخی تمنا میکنم که در خداوند یک رأی باشن.
دو خانومی که تو اون دوره بودن توی کلیسا و ازشون میخواد که بخوام با هم دیگه کنار هم یک رنگ باشن و از تو نیز ای همکار وفادار تقاضا دارم که این دو بانو رو یاری کنی، زیرا همراه با اکلیمنتوس و دیگر همکارانم که نامشان در دفتر حیات نوشته شده است دوشادوش من برای کار انجیل مجاهده کردند. شخصی که به اسم اینجا به اسم اکلیمنتوس قید شده شخصی هستش که الان میخوایم ازش یک نقل قولی رو بخونیم. اکلیمنتوس سال 96 میلادی زندگی میکرده و همینطور نامه‌ای رو نوشته برای قرنتیان. اگر برید کتاب مقدس رو باز بکنید و قسمت عهد جدید نگاه بکنید، اول متی، مرقس، لوقا، یوحنا رو می‌بینید، بعد کتاب اعمال رسولان و بعد رومیان و بعد قرنتیان، نامه قرنتیان اول، نامه قرنتیان دوم می‌بینید که قرنتیان، رومیان اسمش روشه، توی قسمت روم مسیحیانی که اونجا بودن بهشون نوشته شده. قرنتیان یک شهری بوده به اسم قرنتوس که به اونها نوشته شده، توی یونان واقع شده و خود اکلیمنتوس یا توی انگلیسی بهش میگن کلمنت آف روم، اونجا براشون نامه ای رو مینویسه و بهشون در رابطه با این میگه که سال 96 میلادی در رابطه با شهادت پولس و پتروس براشون مینویسه. پولس و پتروس جفتشون از رسولان مسیحی بودن و همونطور که دیدید زمانی که پولس داره این نامه رو مینویسه، اکلیمنتوس یا کلمنت رومی هنوز زنده هستش و پولس هنوز زنده هستش، همدیگر رو میبینن و با همدیگه همکاری هم کردن و حالا بعد از اینکه پولس و پتروس که از رسولان مسیح هستن کشته میشن، به شهادت میرسن به خاطر ایمانشون به مسیح و به خاطر کلیسا، میبینیم که داره نامه مینویسه به قرنتوس و بهشون میگه در رابطه با اینکه پتروس و پولس چطوری به شهادت رسیدن. و همچنین توی نامه‌ای که نوشته از کتاب متی، از کتاب مرقس، از کتاب لوقا، از کتاب اعمال رسولان و همچنین از اول قرنتیان، اول پتروس و همچنین کتاب عبرانیان و تیتوس هم قید میکنه. اینها تمام نامه‌هایی هستن، کتاب‌هایی هستن که توی عهد عتیق نوشته شدن و داره اینجا برامون از پولس میگه. پتروس شخصی هستش که مسیح دیده، پولس کسی هستش که تو راه دمشق بعدها مسیح رو میبینه و داره از متی میگه که متی خودش مسیح رو دیده، از مرقس میگه که از شاگردانی بوده که بعدن به گروه شاگردان اضافه میشه و همینطور لوقا و کتاب اعمال رسولان و میدونید تمام اینها رو داره میگه. داره بهمون چرا داریم مثلا اینا رو میگیم؟ به خاطر اینکه ببینید که اول از همه شروع کردیم از تاریخ نگارانی که مسیحی نبودن، از مسیح متنفر بودن و همچنین از مسیحیان، ولی میبینیم که به این که مسیح از نظر تاریخی یک شخصیت واقعی هست هیچ لزومی بر انکار این که بخوان بگن این شخص وجود نداشته نمیبینن، چون نمیتونن این کار رو انجام بدن، چون این شخص از نظر واقعی و تاریخی زندگی کرده. و حالا داریم نگاه میکنیم به یک سری افرادی که به عنوان شاگردان بودن، به یک سری افرادی که توی دوره شاگرد رسولان بودن یا شاگرد شاگردانشون بودن و به خاطر این ایمان جونشون رو از دست دادن. و میدونید هیچ کسی جونش از دست نمیده به خاطر یک افسانه. و میبینیم داره از پتروس و پولسی که مسیح دیدن، البته پولس بعدها، و همینطور از شاگردان مسیح از نامه‌ها داره قید میکنه و میگه که اینها میدونید دال بر این هستش که از نظر تاریخی مسیح روی زمین زندگی کرده، دال بر این هستش که از نظر تاریخی کتاب مقدس قابل تاییده. قسمت بعدی این هستش، یک نامه هستش که به اسم یونانیش دیداسکه یا همون تعالیم اشاره شده و توی دوره سده میلادی نوشته شده و معروف هستش به تعالیم 12 نفره یا 12 تعلیم. یک نوعی از تعالیمی هستش که به عنوان یک حالت دفترچه مانند تهیه شده برای کلیسا و براشون نوشته شده و در رابطه با اشاره میکنه به زمانی که مسیح روی کوه هستش و داره
موعظه میکنه و موعظه روی کوه رو میتونیم توی کتاب متی ببینیم که یکی از موعظه های بسیار مشهور مسیح هستش. کتاب متی باب 5 وقتی بریم نگاه بکنیم موعظه بالای کوه معروف هستش که احتمالاً اینا یک بار هم فقط موعظه نکرده، شاید چندین بار توی زمانهای مختلف توی روزهای مختلف بوده که این موعظه رو انجام داده. و همینطور در رابطه با اینجا نوشتم در رابطه با دعای ربانی یا همون دعایی که مسیح به شاگردانش یاد میده داره اشاره میکنه. و همینطور در رابطه با کلیسای اولیه یک سری شواهد رو بهمون میده و همینطور 70 سال اول از صلیب شدن رو 70 سال اولی که مسیحیان آزار میدیدن و تمام اون اتفاقاتی که تو اون دوره میافتاده رو داره برامون میگه. و همینطور در رابطه با مسیح و تاریخ اینکه مسیح به عنوان یک شخص واقعی بر روی زمین زندگی کرده در رابطه با اون هم بهمون میگه. اینا رو دارم بهتون میگم شاید خیلی کوتاه باشه، شاید بگی چرا نمیری دونه دونه نگاه بکنی ببینی مثلا اکلیمینتس در رابطه با تاسیتوس چی گفته، اکلیمینتس توی اون دوره در رابطه با مثلا سوتونیوس چی گفته یا سلسوس چی گفته، چون اینها تقریبا توی دوره زمانی بودن با هم دیگه زندگی میکردن و این افراد میدونید نامه هم رد و بدل کردن. میتونید برید نامه های این افراد هم پیدا بکنید که شاگردان مسیح، شاگرد رسولان و شاگردان رسولان به این افراد نامه نوشتن یا از این افراد استفاده کردن از نامه هاشون و برای دیگران نامه نوشتن و گفتن که نگاه کن ببین حتی این افرادی که از ما متنفر هستن، از مسیح متنفر هستن، به مسیح واقعی و تاریخی هیچ شکی ندارن که این شخص زندگی کرده روی زمین. و به خاطر همین هستش اینجا ما فقط داریم یه خورده کوتاه در رابطه باشون توضیح میدیم. اسمایی که دارم بهتون میگم و دونه دونه میتونید برید جستجو بکنید، نامه هاشون و کتاب هاشون رو بخواید پیدا بکنید، چون اطلاعات بیش از اندازه زیاده، نمیتونیم همه رو بخوایم دونه دونه بخوایم بیایم و بخوایم بگیم که اینجا به این شکل بوده، اینجا اینجوری گفتن و. اما اگر که دوست داشته باشید حتما خوشحال میشیم به ما پیام بدید سوالاتونو. اگر دوست دارید دنبال این هستید که بخوایم از هم دیگه بخوایم با هم دیگه در ارتباط باشیم و بخوام براتون یک سری PDF ها رو بفرستم، یک سری جواب ها رو بفرستم در رابطه با یک سری مسائل خاص، نامه های خاص و خوشحال میشم که بتونید با من در ارتباط باشین. شخص بعدی ایگناتیوس هستش. 115 میلادی زندگی کرده. از متی، یوحنا، کتاب اعمال رسولان و همچنین از خیلی از نامه‌های پولس و یعقوب و اول پتروس همینطور قید کرده. و همینطور در رابطه با پولیکارپ 135 میلادی در رابطه با اینکه چطوری توی استادیوم روم افتاده اونجا و جلوی شیرا انداختنش تا اینکه بخواد کشته بشه. و میدونید پولیکارپ یکی از شاگردان فوق‌العاده داستان فوق‌العاده عالی رو داره، به عنوان یک مسیحی زندگی کرده و اگر برید بخونید اصلا واقعا آدم هاج و واج میمونه. همه ماها انسان هستیم. نمیخوام بگم پولیکارپ شخصی هستش که باید به عنوان مسیح بشن، اصلا به هیچ عنوان. تنها کسی که کامله مسیح هستش و ما مسیح هستش که به عنوان سرمشق کامل نگاه میکنیم. اما وقتی نگاه میکنیم به این افراد و زندگی مسیحیشون و سرمشقی که بودن، برای ما میدونید یک دلگرمی فوق‌العاده‌ایه. و پولیکارپ شاگرد پتروس، پولس و همینطور یوحنا بوده. نوشته هایی که تو اون دوره نوشته شده از نوشته هایی که بعد از کتاب مقدس در حقیقت به نوشتار در اومده و نمیخوایم بگیم که از نظر از روح القدس درشون دمیده شده و اونها رو نوشتن و 100% قابل تایید هستن، اما نوشته هایی بودن که از طرف یک سری افراد امین و مورد اعتماد نوشته شدن. و همینطور اگر واقعا شاگرد پتروس، پولس و یوحنا نبوده باشم، میدونید واقعا فرق نمیکنه. مهم اینه که وقتی که تو استادیوم روم قرار میگیره و ازش میخوان که بخواد مسیح رو انکار بکنه، میگه نه. و باور داشته به مسیح واقعی و تاریخی، نه به کسی که یک افسانه است. کی حاضره؟
که جلوی شیر بیفته و بخوان بدرنش و جلوش ببینه که قبل از اون شیرها افتادن دریدن. خب یک کلمه میخواد حتی بگو از نظر میدونی شنیدید میگن دروغ مستحبی، حداقل بابا یه دروغ مستحبی بگو، اونجا بگو نه بعد رفتی بیرون کارت انجام میدی. نه. چرا؟ چون مسیح میگه اگر مرا در حضور مردم اقرار بکنید من نیز در حضور پدر آسمانی خود شما را اقرار خواهم کرد و اگر من را انکار بکنید من نیز شما را انکار خواهم کرد. انکار نمیکنه و میدونید باور داره به این مسیح واقعی و تاریخی، باور داره به این مسیحی که روی زمین اومده تا بخواد گناهان رو پاک کنه، باور داره به این مسیحی که روی صلیب رفته مرده و رستاخیز کرده، باور داره به این که مسیح تنها راه نجاته. و میدونید ماها آدمیزاد هستیم، یه موقعی زمین میخوریم، به این معنی نیست که اگر یه موقع اشتباه کردیم زمین خوردیم مسیح ما رو ول میکنه، نه. اما این موقعی بودی که پولیکارپ بعد جلوی تمام اون افراد وای میستاده و به عنوان سرمشق ایمان برای کسانی که به عنوان مسیحی بودن تو اون دوره حتی دلگرمشون میکرده توی استادیوم جلوی شیرا و احتمالاً با صدای بلند تا اونقدری که میتونسته بعد میگفته من به مسیح ایمان دارم حتی اگه دنیا زیر رو بشه، و جلوی شیرا میندازنش تا اینکه بخواد خورده بشه. این چند تا رو میخواستیم در رابطه باهاشون بگیم. بعد از این میخوام برم سراغ کتاب مقدس و میخوام بریم ببینیم که کتاب مقدس در رابطه با از نظر تاریخی داره بهمون چی میگه. اصلا بگذاریم کنار که کتاب مقدس یک کتابی هستش که از روح قدوس خدا در درون افراد مختلف توی طول زمانی مختلف، جاهای مختلف، شکل‌های مختلف اومده و این کتاب ها به نگارش در اومده و این نامه ها به نگارش در اومده. بگذاریم کنار تمام اینها، اصلا بگم آقا جون من به کتاب مقدس به عنوان یک کتابی که از کلام خدا هستش باور ندارم. خیلی خوب، خیلی عالی. میخوایم بریم نگاه بکنیم ببینیم که زمانی که مسیح داره متولد میشه، یا اینکه میخوایم بریم اصلا نگاه بکنیم به این که توی اون دوره وقتی که متی، مرقس، لوقا، یوحنا اومدن نوشتن، اعمال رسولان رو نوشتن، یا کتاب‌های تاریخ عهد گذشته رو که اصلا کلاً در رابطه باهاش یک بحث جداگانه‌ای خواهیم داشت و مطمئنا نگاه خواهیم کرد آیا کتاب مقدس از نظر تاریخی مورد تایید هست یا خیر، از نظر باستانی مورد تایید هست یا خیر، و دنیا اطلاعاتیه. یعنی وقتی که به این اطلاعات و این شواهد وقتی روبرو میشیم، وقتی میبینیمشون میگیم اصلا همچین چیزی امکان نداره، نگاه کن، واقعی، کاملا واقعی، چیزی که امروز میتونم برم لمس کنم، ببینم، بخونم، بشنوم و میتونه خیلی راحت برای من مورد تایید باشه. اما در رابطه با عهد جدید چی؟ در رابطه با مسیح چی؟ آیا وقتی که اومدن شروع کردن به نوشتن در رابطه با این هم نوشتن که مثلا تاریخ چه شکلی بوده، چه اتفاقی افتاده توی اون دوره، و یا این که مثلا مسیح میدونی توی دوره‌ای که میخواسته به دنیا بیاد چه اتفاقی افتاده. منظورم اینه از نظر تاریخی به چیزی اشاره کردن یا نه. فرق بین افسانه و تاریخ اینه. افسانه اینو بهمون میگه که یک زمانی، یک جایی، یک شکلی، یک چیزی اتفاق افتاده. دقت کردین؟ یک زمانی، یک جایی، یک چیزی، یک شکلی اتفاق افتاده. اما واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت بهمون میگه دقیقاً کجا، چطوری، به چه شکل، چه زمانی، چه اتفاقی افتاده. چرا؟ به خاطر اینکه میتونیم ماها بریم چک بکنیم. نویسنده میخواد که ماها بریم چک بکنیم و در زمانی که نامه ها داره نوشته میشه شاگردان مسیح، رسولان مسیح دنبال این هستن که من و شما امروز بخوایم بریم چیکار بکنیم؟ چک بکنیم. یا اینکه بهش بگن فکت چک، یا اینکه بخوایم بریم حقیقت رو پیدا بکنیم. و اینجا هستیم به خاطر همین اسم کانال چیه؟ حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. این چیزیه که مسیح داره میگه. دنبال حقیقتیم، به خاطر همین میریم جستجو میکنیم، میگردیم. اگر که تعالیم مسیح رو بخونید، مسیح هیچ موقع نمیگه سوال نکن، سوال نپرس، یا
چیزی نگی، خجالت بکش، مگه از من سوال میکنن؟ من اومدم اینجا دارم برات این همه آیات و معجزه انجام میدم، تو از من سوال میکنی؟ تو کی هستی که سوال میکنی؟ نه، هر موقع ازش سوال میکنن میشینه خیلی راحت دونه به دونه شمرده جواب میده. و اتفاقا من و شما را چی کار میکنه؟ دلگرم میکنه برای اینکه بریم جستجو بکنیم، به خاطر اینکه بخوایم بریم دنبال حقیقت بگردیم. میدونید تفاوت این که بخوایم جستجو بکنیم و بخوایم پرسش بپرسیم تا اینکه بخوایم یک چیزی رو مورد پرسش قرار بدیم یه چیز دیگه ایه. کسی که میخواد مورد پرسش قرار بده شاید دنبال این نباشه که بخواد پیدا بکنه، فقط دنبال اینه که بخواد اتهام بزنه. ولی کسی که صادقانه، خالصانه به دنبال این هستش که یک سری شواهد و اسناد منطقی و واقعی رو پیدا بکنه و دنبالش هست، بخواد بره میگرده و مطمئنا پیدا میکنه، ردخور نداره. نگاه بکنیم ببینیم انجیل متی، اگر که دقت بکنید ببینیم اینجا در رابطه با مسیح وقتی صحبت میکنه چی میگه بهمون. انجیل متی باب 2 از اینجا شروع میشه، میگه چون عیسی در دوران هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. اول از همه در دوران چه کسی؟ هیرودیس پادشاه. آیا میتونم برم هیرودیس پادشاه رو پیدا بکنم؟ مثل من اینجا یه کوچولو در رابطه با هیرودیس پادشاه اینجا هیرودیس پادشاه یا هیرودیس پادشاه یهودیه 74 پیش از میلاد و 4 پس از میلاد. هرود یکم که به عنوان هرود بزرگ نیز شناخته می شود پادشاه یهودیه و حاکم دست نشانده آن از سوی امپراتوری روم بود. او بیشتر برای احداث پروژه های عظیم ساختمانی در دوران حکومتش شناخته شده است. از جمله این آثار می توان به بازسازی معبد دوم در اورشلیم و توسط پایگاه و توسعه پایگاه آن اشاره کرد. جزئیات سرگذشت او در آثار یوسف فلاوی که با هم دیگه توی پارت اول یا قسمت اول بهش اشاره کردیم که یک مورخ یهودی بود که بعدها به رومی ها میپیونده، در رابطه باش نوشته پس از مرگ هرود در سال 4 پیش از میلاد رومیان پادشاهی او را میان 3 پسر و خواهرش تقسیم کردند. از هرود در انجیل متی به عنوان پادشاه یهودی که در دستور کشتار کودکان را در زمان تولد عیسی میدهد یاد شده است. میخوام نگاه بکنید به این، نگاه بکنید. چون عیسی در دوران هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه. در دوران چه کسی؟ هیرودیس پادشاه. کجا؟ بیت لحم. امروز بیت لحم هستش یا نه؟ خانه نان معروف هستش. بیت لحم توی قسمت جنوبی هستش، یهودیه و توی کشور اسرائیل و میتونیم بریم اون رو ببینیم و جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. یه سری موقع‌ها که از مشرق زمین یا بهتر بگیم از سرزمین ایران بودن چه کار میکنن؟ میگه که ستاره مسیح رو میبینن و اون رو دنبال میکنن و بعد میان تا اینکه بخوان مسیح رو، کسی که به عنوان مسیح شده، کسی که به عنوان نجات دهنده جهان هستش رو بخوان ملاقات بکنن و بعدش میان اول پیش پادشاه، پیش هیرودیس پادشاه و چه اتفاقی میفته؟ پس هیرودیس مغان را در نهان نزد خود فراخواند و زمان دقیق ظهور ستاره را از ایشان جویا شد. سپس آنان را به بیت لحم روانه کرده به ایشان گفت بروید و درباره آن کودک به دقت تحقیق کنید. چون او را یافتید مرا آگاه سازید تا من نیز آمده سجدهش کنم. دروغ میگه. اصلا این تو فکرش نیست. تو فکرش اینه که این داده بیداد یک پادشاهی داره به دنیا میاد، این بچه قرار بعدها پادشاه بشه. تو ذهنش چه پادشاهیه؟ پادشاهی روم. قرار همه چی رو از ما بگیره. وای داده بیداد. میتونی چون دوره به اینا باور داشتند. و اگر بریم عهد عتیق رو بخونیم ببینیم که یک سری مسائل درست بوده، از طرف خدا بوده. تو این مسئله هم قرار مسیح 100% پادشاه بشه و درسته. اما اون پادشاهی که این شخص رومی هرودیس فکر میکنه نیست، یک کسی دیگه است. اما هرودیس تو ذهنش داره فکر میکنه که پادشاه روم قرار بشه. پس چی کار میکنه؟ میرن این موقع مسیح رو که یک کودکی هستش میبینن، بعد از اینکه دیدنش تموم میشه و بعد از اون راه نمیرن، برمیگردن از یک راه دیگه میرن. پس متوجه میشه هرودیس که موقع نیومدن پیشش،
و بعد چه اتفاقی میفته؟ چون میدونید موقعا بعد یک رویایی رو میبینن و تو اون رویا بهشون گفته میشه که بعد از یک راه دیگه برید، از راهی که پیش هیرودیس هستش نرید و اونها هم نمیرن. ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. آیه 16 میگه چون هیرودیس دید که مغان فریبش دادن، سخت برآشفت و فرستاده همه پسران 2 ساله و کمتر را که در بیت لحم و اطراف آن بودند مطابق زمانی که از مغان تحقیق کرده بود بکشت. آنگاه آنچه به زبان ارمیای نبی گفته شده بود به حقیقت پیوست که صدایی از رامه به گوش میرسد، صدای شیون و زاری و ماتمی عظیم. راهیل برای فرزندانش میگرید و تسلی نمیپذیرد، زیرا که دیگر نیستند. حتی این که قرار هستش بخوان اون بچه ها بخوان توی اون روز از طرف هرودیس پادشاه بخوان دستور داده بشه و بخوان بمیرن، توی عهد عتیق در رابطه باهاش پیشگویی شده. اصلا وقتی بریم عهد عتیق رو بخونیم از زمین و آسمون برای ماها به شکل‌های مختلف پیشگویی در رابطه با مسیحه. اما میخوام ادامه بدم و بعد بریم در رابطه با یک قسمت دیگه هم ببینیم، کتاب لوقا رو ببینیم که ببینیم لوقا از نظر تاریخی چطور صحبت میکنه. میدونید لوقا به یک شخص نوشته که اسمش تئوفیلوس که از ژنرالای رومی بوده توی اون دوره و انجیل لوقا و نامه اعمال رسولان را شخص لوقا به نگارش در آورده. لوقا از شاهدان این مسائل رو جمع آوری کرده، با پولس همراه بوده، احتمالاً با پتروس و شاگردان دیگه، و همچنین احتمالاً وقتی توی اورشلیم که میرن با هم دیگه با پولس همراه بوده و بعد اونجا یعقوب، یوحنا، پتروس هم میبینه و بعد با اونها صحبت میکنه و اطلاعات خیلی بیشتری را از اونها و بقیه کشف میکنه و روح القدس در لوقا کار میکنه تا اینکه این اطلاعات جمع آوری شده به صورت واضح و کامل به دست من و شما بخواد برسه. پیشگویی تولد یحیای تعمید دهنده در زمان هیرودیس پادشاه یهودی، کاهنی میزیست زکریا نام از کاهنان گروه ابیا، همسرش الیزابت نیز از تبار هارون بود. میخوام دقت بکنید، این از آغاز انجیل لوقا هستش. نمیگه یه زمانی، یه جوری، یه شکلی، یه جایی. نگاه کنید، زمان هیرودیس، پادشاه کجا؟ یهودیه، شخص کی؟ کاهنی زکریا نام. از چه گروهی؟ گروه ابیا. همسرش کی بود؟ الیزابت. از کدوم تبار بود؟ هارون. اصلا از این واضح‌تر که اگر که نمیخواستم بخوام به مسیح تاریخی بخوام اعتماد بکنم، بخوام به کتاب مقدس از نظر اینکه بگم از خدا، از کلام خدا اعتماد بکنم، از نظر تاریخی میتونم اعتماد بکنم. نگاه بکن در ادامش. میلاد مسیح. در آن روزها آگوستوس قیصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان همگی سرشماری شوند. این نخستین سرشماری بود و در ایام فرمانداری کورنیوس بر سوریه انجام میشد. بذار اینم نگاه بکنیم. اینجا یه کوچولو در رابطه باش نوشتم. آگوستوس قیصر 27 پیش از میلاد، 14 پس از میلاد. کورنیوس والی سوریه 51 پیش از میلاد، 21 بعد از میلاد. اینا افرادی هستند که میتونیم بریم ببینیم. اینا نگارش ها بوده در رابطه باهاشون، در رابطه با تاریخشون، جاهاشون، شکل‌های مختلف. میتونیم بریم بخونیم. کتاب مقدس داره به میگه که از نظر تاریخی قابل تاییده. پس تاریخی بودنش وقتی قابل تاییده، مسیح قابل تاییده. پس کسانی که با مسیح از مسیح متنفر بودن، تاریخ نگار بودن توی اون دوره، یا خودشون تو اون دوره زندگی کردن، یا از شاهدان عینی که اونجا بودن این اطلاعات رو دست اول رسیده بهشون و گرفتن، نوشتن در رابطه با مسیح و میگن که مسیح واقعیه و نمیتونن انکارش بکنن و انکار ناپذیره. بعد میایم سراغ شاگردان رسولان یا شاگردان رسولان. اونها هم دال بر این اسناد و شواهدشون تماما بر این که مسیح واقعی هستش. کتاب مقدس از نظر تاریخی قابل تاییده. قسمت آخری که میخوام نگاه بکنم، فکر میکنم احتمالاً اینو بخوایم توی قسمت بعدیمون بخوایم توضیح بدیم در رابطه باهاش، در رابطه با اینی که مسیح کیست. به خاطر اینکه تا اینجا می‌خواستیم ببینیم مسیح تاریخی یا افسانه، که تا اینجا تمام اطلاعاتی که داره بهمون داده میشه نتیجهش اینه که مسیح از نظر تاریخی یک شخصیت واقعیه
روی زمین زندگی کرده و همینطور تعالیمش، معجزاتش، مرگش قابل تایید، رستاخیزش قابل تایید. شاگردان بعد از اون به اسمش معجزه کردن قابل تایید. از نظر تاریخی مسیح یک شخصیت واقعیه. کتاب مقدس از نظر تاریخی قابل تاییده و مطمئناً میخوایم در رابطه با عهد عتیق و عهد جدید یک بحثی یک جداگانه بخوایم حتی نگاه بندازیم. پس تا اینجا چی متوجه شدیم؟ تا اینجا اینو متوجه شدیم. توی قسمت اولمون شروع کردیم که بخوایم در رابطه با افرادی بخوایم نقل قول هاشون رو بخونیم که نه مسیحی بودن، نه مسیحیان را دوست داشتن، بلکه از مسیح و مسیحیت نفرت داشتن، اما تاریخ نگار بودن، افرادی بودن که از نظر از نظر مناصب مدیریتی توی دورهای خودشون، حکمرانی توی دورهای خودشون توی روم مناصب بزرگی رو داشتن، یا افرادی بودن که با شاهدان عینی در ارتباط بودن و اطلاعات رو دسته یک به دست آوردن و در رابطه با مسیح نوشتن. تاریخ نگار، فیلسوف، یهودی، غیر یهودی در رابطه باهاش نوشته بودن و همینطور میشنا رو نگاه کردیم که معروف یا به تلمود معروفه که کتاب هایی هستش که در رابطه با کلیه قوانین یهودیت باور دارن که خاخام ها اونها رو کنار همدیگه به نگارش در آوردن از سال 200 تا 300 میلادی که دیگه 300 میلادی تموم شده و نگاه کردیم تمام اونها دارن اشاره میکنن به اینکه مسیح وجود داشته، به اینکه مسیح روی زمین زندگی کرده، به اینکه مسیح کارهای فوق‌العاده انجام داده، تعالیم فوق‌العاده انجام داده و وقتی میگیم کارهای فوق‌العاده معجزات و آیات رو منظورمون هستش و بعد از اون روی صلیب کشیده شده و کشته شده و رستاخیز کرده و بعد از اون شاگردانش به اسمش موعظه کردن و همچنین بیماران را شفا دادن. پس اگر حتی به کتاب مقدس به عنوان یک کلام خدا باور ندارم، از نظر تاریخی کسانی که مسیحی نیستن و مسیحیان رو دوست ندارن دارن تثبیت میکنن که مسیح زندگی کرده و مسیحیان بودن و تو اون دوره دیدیم که چقدر از این مسیحیان به خاطر ایمانی که داشتن کشته شدن، خودشون، خانواده هاشون. بعد تو این قسمت نگاه کردیم به افرادی که شاگردان رسولان و یا شاگردان رسولان بودن و در رابطه با تعالیم مسیح، در رابطه با شاگردان رسولان مسیح و یا شاگردان مسیح نوشتن و دال بر این هستش که کتاب مقدس از نظر تاریخی تایید، عهد جدید از نظر تاریخی قابل تاییده و همچنین مسیح از نظر تاریخی یک شخص واقعی هستش و این افراد به خاطر این ایمان 2 مرتبه زندگی هاشون را از دست دادن. اگر که میگفتیم میدونید این افراد مسیحی تو اون دوره مدیریت حکمرانی سیاسی دنبالش بودن، مالی دنبال یه چیزی بودن، یا اینکه بخوان حتی چه میدونم مشهور بشن، معروف بشن. آخه کیه که بخواد مشهور بشه به قیمت جونش؟ کیه که بخواد معروف بشه به قیمت اینکه بیفته جلوی شیرا و خود خیلی خوب، خیلی عالی، ممنون، بیاید من خانواده‌ام بندازید جلوی شیرا، من نگاه میکنم بچه 2 ساله‌م یا نوزاد کوچیک من بخواد جلوی شیرا خورده بشه، او که من میخوام معروف بشم، که من مثلا میخوام. نه، هیچ کدوم اینها نبوده. و بعد نگاه میکنیم میبینیم که وقتی لوقا دارن مینویسن انجیل متی رو نوشته متی، انجیل لوقا رو نوشته لوقا و دارن اینا رو مینویسن، نمیگن یک جایی، یک چیزی، یک شکلی، یک زمانی، یک جوری. نه، همه اینها خوندیم واقعیه، در زمان چه کسی، کدوم شهر، به چه شکل، به چه منظور، چه اتفاقی افتاده دقیق دارن بهمون میگن. قسمت آخری که میخواستم یه بار دیگه بهش نگاه بندازیم، هرچند تو قسمت اول بهش نگاه انداختیم، تو کتاب یوحنا بهش نگاه انداختیم، میخوام کتاب لوقا هم بهش نگاه بندازیم. توی زمانی هستش که نگاه کردیم دیدیم تمام تاریخ نگارایی که بر علیه مسیحیت بودن گفتن که پیلاطس کسی بود که تو اون دوره دستور صلیب شدن مسیح داد.
کتاب مقدس داره باز به اون شخص اشاره میکنه. یعنی اگر که من کتاب مقدس رو میخوندم میگفتم اوکی اینجا یه شخصی رو به اسم پیلاطوس به کار برده، گفته، از کجا میدونم درست میگه؟ این تو نوشتتش، یه حرفشو داره میگه، از کجا میدونم مثلا حکم فرما بوده؟ از کجا میدونم والی بوده، پادشاه بوده؟ دارم میرم میبینم که توی تاریخی که از طرف تاریخ نگاران رومی و متنفر بودن از مسیح، من چندین بار دارم به این تکرار میکنم، متنفر بودن از مسیح و مسیحیت، بهش دارن اشاره میکنن و میگن که این اتفاقها افتاده. و میدونید اگر که بخوایم انکار بکنیم که مسیح از نظر واقعی روی زمین زندگی کرده و این تعالیم فوق‌العاده و این آیات و معجزات فوق‌العاده رو داشته و کشته شده، بر صلیب کشیده شده، به خاطر گناهان ما مرده و رستاخیز کرده و شاگردانش به اسم اون موعظه کردن و معجزه کردن به اسم مسیح، مثل این میمونه که وسط تابستون، وسط روز بگم که خورشید نیستش، بگم که گرمایی را احساس نمی کنم، بگم که خورشید رو توی آسمون نمیدونم، تاریکی خالصه. فکر میکنم به این اندازه کافیه برامون تازه این اسناد شواهدی که شاید یک قطره باشه توی دریا که با هم دیگه خوندیم، چند تاشون رو اشاره کرد. اگه برید نگاه بکنید توی اول درسمونم، اول ویدیومونم گفتم که اگه برید نگاه بکنید نامه‌هایی که رد و بدل شده بین شاگردان رسولان و تاریخ نگاران اون دوره، یا اینکه از نامه‌های و همدیگه استفاده کردن به شکل‌های مختلف، یا اینکه برین آثار باستانی رو نگاه بکنید، برید توی موزه های یونان، برید توی موزه های ایتالیا، برید نگاه بکنید، برید توی موزه های اسرائیل نگاه بکنید، موزه انگلیس، موزه فرانسه که یک سری از اطلاعات اینجا و اونجای خورده دارن ولی بیشتر توی اسرائیل، توی ترکیه، توی اردن، توی دیگه توی مصر، قسمتش توی ایران بزرگ خودمون هستش و بخوایم برید نگاه بکنین، اصلا میدونید همونطور که گفتم مثل این اونی که وسط تابستون، وسط روز بخوایم بگیم خورشیدی وجود نداره و گرمایی رو احساس نمی کنم. قسمت آخر این هستش، انجیل لوقا باب 23 اینجا هم داره اشاره میکنه به شخص پیلاطوس. میگه آنگاه همه شورا برخاستند و او را نزد پیلاطوس بردند و از او شکایت کرده گفتند این مرد را یافته ایم که قوم ما را گمراه میکند و ما از پرداخت خراج به قیصر پرداخت خراج به قیصر باز می‌دارد و ادعا دارد مسیح و پادشاه است. پس پیلاطوس از او پرسید آیا تو پادشاه یهودی؟ در پاسخ گفت تو میگویی. آنگاه پیلاطوس به سران کاهنان و جماعت اعلام کرد سببی برای محکوم کردن این مرد نمیابم، اما آنها به اصرار گفتند او در سرتاسر یهودیه مردم را با تعالیم خود تحریک میکند، از جلیل آغاز کرده و حال به دینجا نیز رسیده است. چون پیلاطوس این را شنید خواست بداند آیا او جلیلی است. این قسمت میدونید یاد کدوم صحبت‌های تاریخ نگارایی که توی قسمت اول خوندیم با هم دیگه میندازه؟ یوسیفوس گفت چی؟ یوسیفوس گفت که این شخصی بودش که تلمود گفت که این چه شخصی هستش؟ شخصی بوده که افراد رو گمراه میکرده، شخصی بوده که با جادوگری یه سری کارهای خارق‌العاده انجام میداده، شخصی بوده که میومده و میدونی اعلام میکرده که من مسیح هستم و همچنین میدونی میومده میگفتی که من میخوام به شریعت اضافه بکنم نه کم بکنم، در صورتی که مسیح اینا رو نگفته و هیچ کدوم این کارا رو نکرده. و وقتی بریم زندگی نامش رو بخونیم زندگی من و شما رو تغییر میده، تنها کاری که میکنه همینه و زندگی من و شما رو به خوب، به بهتر شدن، به فوق‌العاده تر شدن تغییر میده. مسیح از تعالیم خیلی بزرگش این هستش، بخشیدن هم دیگه، نه فقط بخشیدن دوستامون، بخشیدن دشمنامون. کی میتونه این کارو بکنه؟ مسیح از تعالیم بزرگش این هستش که نسبت به هم دیگه نفرت نداشته باشیم بلکه محبت بکنیم، حتی به کسانی که دشمنان ما هستن. مسیح داره بهمون تعلیم میده که بخوایم تو دلمون شادی داشته باشیم، آرامش داشته باشیم، بخوایم تو دلمون فروتنی داشته باشیم، بخوایم فروتن باشیم، در مقابل دیگران تبعیض نداشته باشیم. مسیح دنبال این هستش که بخواد مرد و زن رو تو اون جایگاهی که هستن پیش حضور خدا بخواد
میدونی کمک بکنه تا آدما بخوان اینو متوجه بشن. مسیح در رابطه با خانواده تعلیم میده، این که خانواده چقدر مهمه. مسیح در رابطه با گناهان ما میگه بیش از هر چیز که میخواد بخشیده بشه و نیومده تا اینکه بخواد من و شما را مجازات بکنه، هرچند که من و شما به خاطر گناهانمون باید مجازات بشیم، اما اومده تا به خاطر من و شما روی صلیب بره و ماها رو چون دوست داره اومده این کار رو انجام بده و اومده تا به خاطر من و شما بمیره تا اینکه بخوایم من و شما زنده بمونیم، بخوایم زندگی جدید به دست بیاریم. اینقدر ماها رو دوست داره. تعالیم مسیح فوق‌العاده است. آخر ویدیومون هستش، میخوام اینو بهتون بگم. اگر برید یک ویدیویی هستش از ایلان ماسک توی پادکست داره صحبت میکنه و این البته 2 تا پادکست فکر میکنم متفاوت هستش، شایدم نه، دقیق نمیدونم، اما میتونید چک بکنید، جستجو بکنید، ببینید توی یوتیوب هستش. در رابطه با خدا ازش میپرسن ازش آیا فکر میکنید خدا وجود داره. ایلان ماسک فکر میکنم هممون بشناسیم و میگه که من به خدا میگه ایمان ندارم، اوکی، اما میگه تمام شواهد و اسنادی که هستش داره به من اینو نشون میده که یک خالقی، یک آفریننده هستش. نمیتونه همه اینها یهویی رو هوا شکل گرفته باشه. احتیاج داره که اونها رو یک نفر کنار هم دیگه بیاد دونه بدونه بچینه. اصلا فوق العاده است. میگه گزینه دوم ازش میپرسن اگه بخوای بین مذاهب مختلف یک دونه رو انتخاب بکنی کدومه؟ بعد از اینکه میگه این مذهب نه، اون مذهب نه، اون مذهب به دلایل مختلف میگه نه، میگه مسیحیت را، تعالیم مسیح را انتخاب میکردم. ازش میپرسن چرا؟ میگه به خاطر اینکه تو تعالیم مسیح حکمت فوق العاده هستش. میدونید به کدوم درس مسیح اشاره میکنه؟ به درسی که مسیح میگه اگر کسی به صورت راست تو سیلی زد، صورت طرف دیگر رو بچرخون. من با خیلی از افراد صحبت کردم در رابطه با مسیح. وقتی به این درس رسیده خیلیشون گفتن دیگه نمیخوام در رابطه با مسیح بدونم. اما این شخص میگه که توی این تعلیم پر از حکمت و هست. چون میدونید وقتی یک شخصی بخواد انتقام بگیره، میگن انتقام یک آتیشیه که تو دست خودمونه. وقتی میخوایم پرتش بکنیم به دیگران، اول خودمونا میسوزونه. و ببینید با اینکه این شخص به خدا ایمان نداره، به مسیح ایمان نداره، اما به عنوان یک شخصی که باز دوباره میخوایم یک سند دیگه ای رو بیاریم از اسناد امروزی، افرادی که به مسیح ایمان نداره، به مسیحیت، به خدا، اما با این حال میگه شواهد و اسناد نشون میده خدا هست و تعالیم مسیح پر از حکمت، من دوستشون دارم. بهتره بریم کتاب مقدس رو بخونیم و کتاب مقدس از نظر تاریخی مسیح که بحث اصلیمون هستش از نظر تاریخی واقعیه. قسمت بعدی درسمون در رابطه با اینه مسیح کیست. لطفاً با ما همراه بشید و حتما ما را لطف بکنید از طریق یوتیوب ویدیوها رو دنبال بکنید، سابسکرایب بکنید تا بتونید ویدیوهای جدید بگیرید. لطفاً ویدیوها رو با دیگران شیر بکنید. شما عزیزانی که مسیح رو دوست دارید، شما عزیزانی که به مسیح ایمان دارید، لطف کنید ویدیوها رو با دیگران شیر بکنید. اگرم که هنوز به مسیح ایمان نیاوردید، بازم لطف کنید این ویدیوها رو با دیگران شیر بکنید. اطلاعات زیادی داره، میتونه بهشون کمک بکنه و همچنین با ما در ارتباط قرار بگیرید، پرسش، ایمیل بزنید، به ما بخواید پیام بدید از طریق اینستاگرام، تیک تاک و بتونید با ما در ارتباط برقرار بکنید و بخواید نظراتتون ها، کامنتاتون ها، حتی چیزایی که باش مخالفی داره بخواید برای ما بفرستید. مطمئناً با آغوش باز منتظر اونها هستیم و خوشحال میشیم که شماها رو بخوایم باهاتون در ارتباط قرار بگیریم. خدا بهتون برکت بده. اگر که خودم رو توی این ویدیو معرفی نکردم، آخر ویدیوش خودم معرفی میکنم. ببخشید، ابراهیم هستم من. اوکی، خدا نگهدارتون، خدا بهتون برکت بده. مرسی.